با تشبث مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان از سنه سیوم تا 5 سپتامبر سال روان در کتابخانه روز درهای باز اعلان گردیده است و مقصد از اعلان گردیدن روز درهای باز در آن است که دانشجویانی که نو با دانشگاه داخل شدگیند آنها را با کتابخانه و شرایط آن شناس نموده، همچنین در رفت شناسایی با قاعده های استفاده بری از تالارهای خوانش و دیگر نمود موادهای مثبت یعنی اودیو ویزوالی آشنا نمودن است. این اعلان گردیدن روزهای درهای باز با افتخار 4 سپتامبر که روز کتاب در تاجیکستان با تشبث محترم امام علی رحمان اعلان گردیده است بخشیده می شود. همچنین در این روز دایر به ساحه‌ها و موضوعهای گوناگون نمایش کتابی تشکیل کرده شده است که تعداد اینها زیاده از 800 نسخه می باشد. باید ذکر نمود که این کتاب‌ها همه چاپ دوران صاحب استقلالیت می باشند.